21 خرداد آقای رئیسی از ایران رفت. خداحافظی که سلامی به یک حکمرانی جدید در جهان بود. اولین مقصد ونزوئلا، دارنده بیشترین ذخایر نفت جهان، کشوری که روزی آمریکا پدرسالار آن بود، حالا سرود جمهوری اسلامی با زبان مادری ایرانی خوانده شد. تیم رئیس جمهور در ونزوئلا 19 سند همکاری امضا کرد. در گام اول سطح روابط 10 میلیارد دلار رو پیش بینی کردیم و هدف گذاری کردیم. در گام بعدی حتما میتونه سطح روابط به 20 میلیارد دلار هم ارتقا پیدا کنه. آقای رئیسی موتور تراکتورسازی را روشن کرد. 7 سال تعطیل شدنش به چه معنا واقعا؟ چرا؟ خودروی ایرانی برای فروش گذاشت و فروشگاه‌های ایرانی به راه انداخت. بازار جمهوری اسلامی باید کاری کرد که این کالا تأمین بشه. رئیس جمهور به دیدار جوانان و نخبگان ونزوئلا رفت. سازوکار برای نظم جدید آن است که به جای دلار ارزهای ملی برای تبادل کالا مورد توجه قرار بگیرد. و آنها هم نشان دادند انقلاب بولیواری با الگوی برداری از انقلاب اسلامی همچنان زنده است. زنده باد ایران، زنده باد ونزوئلا. بیوا ایران، بیوا ونزوئلا. میدان آزادی ماناگوا با استقبال اورتگا سفر راهبردی بعدی آقای رئیسی بود. روابط ما روابط معمولی و سنتی نیست. روابط ما کاملا روابط راهبردی است. ما بنا داریم روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه علم و فناوری را با یکدیگر ادامه دهیم. کشوری که منطقه نفوذ آمریکا بود امروز مرد میدان ایران برایش الگوست. و 1 دقیقه سکوت می‌کنیم. اور المرد de la República Islámica de Irán ژنرال قاسم سلیمانی. رئیس جمهور نیکاراگوئه نیز ترجیح داد به جای همسایه شمالی با ایران در نیمکره جنوبی نقطه عطف روابط داشته باشد. شما در این سفر منطقه‌ایتون دارید از کشورهایی بازدید می‌کنید که بیشترین تعهد را برای دفاع از استقلال و اتحاد منطقه آمریکای لاتین دارند. کشوری با خاک حاصلخیز که زمین‌های کشاورزی برای ایران می‌شود. امضای هستند فیرما دلوساکو با امضای 3 سند همکاری. در این تفاهم نامه ما امکان صادرات دارو و واکسن رو برای نیکاراگوها ایجاد کردیم. فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران هستش که بتونه که یک بازاری رو در کشورهای دیگه پیدا بکنه. رئیس جمهور آخرین مقصد خود را کشور کوبا انتخاب کرد. مسیرهای بازدید و سفر یک کشور دوست، رئیس جمهور یک کشور دوست هستیم، این باعث تقویت ایمان و اراده ما و راسختر شدن تصمیم ما و تعهد ما برای مبارزه و ادامه مسیر هست. کشوری که در حوزه پزشکی سرآمد جهان است. آقای رئیسی به مرکز مهندسی ژنتیک هاوانا رفت، با تجار و فعالان اقتصادی جلسه گذاشت و با امضای 6 سند همکاری با این کشور به دنبال نسخه‌های جدید پزشکی، نانو، بایوتکنولوژی، ذخایر معدنی و ساخت و ساز نیروگاهی برای ایران بود. این کشورها اتفاقا بسیار ثروتمند هستند و اهل تعامل با ما هستند. معادن بسیار غنی دارن، به خصوص سرب، روی و دیگر. مطلب دیگه ما اینجا الان شروع کردیم کارخونه باتری سازی رو که بسیار مهمه. این نیست که ما تعامل اقتصادی میکنیم و در عوضش چیزی نمیگیریم. نه خیر، خیلی به صراحت باید بگم که این دوستان توانمند هستن به لحاظ مالی و پرداخت‌ها بدون هر گونه تأخیری انجام میشه. سفر 5 روزه به 3 کشور انقلابی با آمدن آقای رئیسی به تهران پایان یافت. کارشناسان اما میگویند گام بلند رئیس جمهور علاوه بر دستاورد اقتصادی نشان داد موازنه قدرت در جهان تغییر کرده. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.